خب عزیزم جان، تو قلیون چه طعمی میکشی؟ من معمولا 2 سیب میکشم عزیزم، ولی چون 2 سیب یه خورده سنگینه بیشتر وقتا منو میگیری گوسپیچ میکنه گوزم میاره، نمیخوام آبروم جلو تو بره، به خاطر همین طعم سبکتر میکشم. لیمون نعنا انتخاب منه. نه انتخاب من اینو نیست، طعمای قدیمی من دوست ندارم. آ جدید میخوای بلوبری میکشی؟ بلوبری خیلی طعم جدیدی قشنگ باحال. بلوبری کجا طعم جدید دارم؟ با بلوبری جدید دیگه، همه رفیق با کلاس لوج من بلوبری میکشن، خیلی با کلاسه. نه من دوست ندارم اینا رو. نه خودت میدونی. به نظر تو چه طعم میکشیم؟ به نظر من لاف. منم لاف. ها؟ منم لاو یو. منم دوست دارم عزیزم. چی میگی؟ تو میگی لاو و میگی آی لاو یو، من چه میدونم؟ من کجا گفتم آی لاف یو؟ من گفتم لاف، طعم لاف. طعم؟ آره دیگه طعم دارم، میگم لاف دیگه. اسم طعم لاو؟ آره طعم قلیونه. چه طعمیه؟ خوبه، خیلی خوبه. باحاله. لاف؟ آره دیگه لاف خوبه. نه لاو زیاد دوست ندارم من، اوکی نیست. دوست نداری؟ خب یه طعم دیگه. شبای مسکو. اینم اسم طعمه؟ آره خوبه. این بیشتر بهش میخوره والا فیلم مرا مدیری باشه تا طعم. چی میگی تو فیلم مهران مدیری چه شب‌های مسکو آخه چه طعمیه این؟ طعمش خوبه، طعم قلیون بابا خیلی ول کنین ناموسن، دوره ما سه بیشتر نبود، لیمو سیب و پرتقال و تک و تک گلو هم بود. بلوبری هم جدیدن در اومد. این چی یعنی؟ آقا ول کن همون بیا. یه شبای مسکو بیا، یه لاف. آقا من لیمون هنو میکشم، لاو نمیکشم. تو بکش من میگیره آقا، من میگیره. یه شبای مسکو یه لاف. آقا لیمون هنو سبک‌تر. لیمون فقط 2 سیب لیمون هنو نمیسن. چیه این چرت و پرتو؟ اف که 2 سیب یکم سنگینه، مگر همون 2 سیب میگرفتم. لیمون هنو عالیه. یه بکشی میفهمی چی میگم. چی میگی تو؟ تو هم یه بار قلیون منو بکش ببین چه خوبه. کام بابا چی شب‌های مسکو، شب‌های برره و فلان چیزا. اولا که طعم جدید از خودش میسازن. خب چی میگی شبای برره؟ شبای مسکوه. بعدش همین لاف من دارم میکشم. لاف. اصلا اینا رو دوست نداری؟ شیر قهوه بکش. بابا شیر و قهوه رو دیگه میخورن ناموسن. کی گفت؟ ما میکشیم. والا طعم جدید از خود میسازی. من فقط شیر قهوه چون یه خورده سنگینه نمیکشم. یا شبای مسکو یا لاف خیلی خوبه. شما هم اینا بکشید.